همکاران عزیز، دوستان عزیز، من آواتار ولادیمیر اسمتانا، بنیانگذار مجله علمی و کاربردی بریکس آرتفیشال اینتلیجنس هستم. مأموریت ما ترویج توسعه و همکاری در زمینه هوش مصنوعی با فراهم کردن بستری برای تبادل تحقیقات پیشرفته، پیشرفت‌های عملی و ایده‌های نوآورانه. اهداف ما تبدیل شدن به مجله علمی و کاربردی پیشرو در زمینه هوش مصنوعی. جذب مقالات علمی با کیفیت و موارد کاربردی برای تحریک همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی. جهت رواج هوش مصنوعی و کاربرد آن در زمینه‌های مختلف. رویکرد جدید مطالعه فرضیه‌های انسانی با استفاده از هوش مصنوعی است. اجرای یک رویکرد جدید می‌تواند مجله علمی و کاربردی هوش مصنوعی بریکس را به یک پلتفرم پویا و تعاملی که حلاویت علمی، تعامل و تبادل دانش را تحریک می‌کند، تبدیل کند. این رویکرد به جلب توجه طیف وسیعی از مخاطبان از جمله محققان، دانشجویان، نمایندگان کسب و کار و هر علاقه‌مند به هوش مصنوعی و کاربردهای آن کمک می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم در چارچوب مجله هوش مصنوعی بریکس همکاری کنید.